اینجا خوبه. خودت توضیح میدی یا من شروع کنم؟ چی شده؟ من اصلا متوجه نشدم. من میخوام از طرف دخترم ازت عذرخواهی کنم سوسن. هاریکا چند وقت پیش برای پرداخت شهریه مدرسهش یواشکی دستبند تو رو برداشت. عمدن گفتم برداشته چون کلمه دزدیده خیلی ناراحتم میکنه. مامان هاریکا ساکت شو. اگه میخوای دهنتو باز کنی اول از سوسن معذرت خواهی کن. برای پرداخت شهریه مدرسه دستبند تو فروختی. از حسابداری گرفتم. پولش اینجاست. اونجوری نگام نکن. همتون میخواستین اینجا درس بخونین. من که مثل امید نیستم. هیچکس به خاطر من پول جمع نمی‌کرد. منم چاره دیگه ای نداشتم. همچین فکری کردم. باشه اشتباه کردم، معذرت میخوام. هر تصمیمی بخوای میتونی بگیری سوسن. اگه الان پشتتو کنی و بری هیچ حرفی نمیتونه بزنی. از این به بعدشم به من مربوط نمیشه. به خودتون مربوطی. من میرم دیگه. تنها چیزی که از زندگی قبلی مونده این مدرسه است. چیز دیگه ای نمونده. نه لباسام، نه چیزایی که میخوردم، نه خونه. دیگه هیچی مثل قبل نیست. واسه همین نمیخواستم مدرسه رو از دست بدم. تنها چیز و آخرین چیزی که مونده همین مدرسه است. معذرت میخوام، خیلی پشیمونم. هاریکا این موضوع پیش خودمون میمونه، اما لطفاً دیگه این کارو نکن هاریکا. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.